گاهی یه صدا از دور میرسه، یه نغمه، یه نگاه، یا شاید فقط یه لحظه کوتاه از یه ظهر نیمه ابری که بوی راز میده. کسی گیتار میزنه، دستی کانزاشی میسازه و کبوترها وسط شهر با بالهایی که به چیزی بیشتر از پرواز فکر میکنن میرقصن. بعضیا دوربین دستشونه، بعضیا لبخند لبشونه و بعضیا فقط رد میشن، بیخبر از این که شاید درست توی همین لحظه چیزی داره شروع میشه. قراره چی ببینی؟ قراره چی حس کنی؟ نمیدونم. فقط میدونم اگه بمونی یه چیزی از این ویدیو توی دلت جا میمونه. صدای سازش از دور میاد، نرمه، شیرینه، مثل نسیمی که یواشکی بیاد و موهاتو جا به جا کنه. اینجا دل شهرداری دوباره با موسیقی زنده است. همون پسر، همون صدا، این بار با نغمه‌ای که آروم میخونه عشق تو نمیمیرد از عارف. مردم دورشن، بعضی فقط نگاه میکنن، بعضی با صداش همراه میشن و بعضی هم فقط رد میشن، اما شاید یه چیزی توی دلشون جا میمونه. کنارش همون مرد هنرمند با دستهایی که وقت رو تراش دادن نشسته. موهای سفید و مشکیش با اون کانزاشی های دستساز یه جور خاصی دل رو میلرزونه. من توی این ظهر ابری روشن قدم گذاشتم تو دل شهر، جایی که آسمون هنوز مهربونه، نفس کشیدن یه جور خاصی لطیفه. اولین قاب پر از کبوتره، فرهنگ سرای خاتم الانبیا، جایی که آغوش شهر بازه برای بال زدن. مردم دونه میپاشن، کبوترها میرقصن و دوربین ها لحظه ها رو میدزدن. عکاس ها همه جا هستن با نگاه های تیز و لنز هایی که دنبال زیبایی هن. از دخترای شاد و شیک، از لبخند یه مادر، از بوسه بی هوای یه زوج. همه چی اینجا انگار یه جور دیگه است، یه جور نرم، یه جور گرم، یه جور خواستنی. دو تا بچه
یه دختر و یه پسر با کیسه های کوچیک گندم. مسافر بودن شاید، ولی دلشون انگار با پرنده ها حرف میزد. کف دستاشون محبت بود و توی چشماشون اون برق پاک کودکانه. برمیگردیم سمت مردم، سمت اون تیپ های تابستونی، دخترایی که با خنده رد میشن و لحظه‌ای که تو قاب دوربین میمونن انگار جاودانه میشن. و در پایان میریم به میدون فرهنگ، جایی که مجسمه ها مثل نگهبان های خاموش فرهنگ قد کشیدن، بلند، زیبا و پر از قصه. مردایی با لباس محلی در حال ساز زدن، نون پختن، زنایی با دامنهای رنگی مشغول آشپزی یا حصیر بافی، با لبخندهایی که انگار از دل تاریخ اومدن. و اون مرد اردک فروش با چوب روی دوشش، چانچو. اینجا یه قصه است که با هر قدم تعریف میشه، با هر نگاه، با هر تصویر. و من فقط تماشا کردم، با دل، با چشم، با تموم حسم. این بود قدم زدن من در دل شهر، میون نغمه ها، پروازها و مجسمه هایی که حرف میزنن. اگه دلت خواست بازم بیا، چون اینجا همیشه یه چیزی هست که منتظر دیده شدن باشه.